سرخط خبرهای مهم. در تاجیکستان نقشه دعوت به ارتش پیش از مهلت اجرا شد. آشکار شدن باز دو حالت برق دزدی. یک زاده تاجیکستان را از روسیه برای 50 سال اخراج کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 2 می. وزارت دفاع تاجیکستان از انجام اجرای نقشه دعوت بهاری به خدمت حربی خبر داد. خبرگزاری رسمی خاور از قبل وزارت دفاع روز 1 می نوشت که نقشه پیش از مهلت و 100% اجرا شده است. وزارت دفاع گفته است که صحبت ها با مردم باعث افزایش شمار اختیاریان خدمت در نیروهای مسلح گردید. در خبر رسمی درباره حادثه های بازور و تحت فشار به خدمت جلب شدن برخی جوانان چیزی گفته نمی شود. هرچند درباره چند حادثه‌اش مطبوعات از جمله رادیو آزادی هم ماه اپریل خبر داد. از جمله روز 8 اپریل در یک بازار کلوب جوانی را خواستند غیر رسمی و بدون دعوتنامه به ارتش برند. چنین نمود جلب جوانان به خدمت از حالتهای پهن شده ویران کردن قاعده دعوت رسمی به خدمت دانسته می شود. وجود مشکلات جدی مثل مهترسالاری و مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی در میان نظامیان بسیار جوانان را از خدمت در ارتش دلسرد می کند. حادثه های مرگ سربازان در ارتش هم رخ می دهند، ولی در بسیار حالت ها سبب های واقعی این فاجعه ها از والدان و جامعه پنهان می ماند. مقامات قرقیزستان از بازداشت گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر دادند که مال ممنوع را توسط خاک تاجیکستان به این کشور وارد می‌کرد. سامانه 24 KG با تکیه به دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نوشت خودمانی حفظ حقوق در ولایت جلال‌آباد قرقیزستان گروه 5 نفره را بازداشت نمودند که مواد حشیش استحصال افغانستان را توسط خاک تاجیکستان وارد کرده است. از دست این گروه که تحت رهبری مرد 50 ساله در حدود دهه قیبچاقتالا و شهر شمال-دیسه در ناحیه نوکن ولایت جلال‌آباد دستگیر گردید، 17 کیلوگرم حشیش مصادره شده است. اسم و شهروندی این نفران آشکار نمی شود. تفتیش حادثه شروع شده است. در تاجیکستان هنوز این خبرها مقامات محلی شرح ندادند. تاجیکستان و قرقیزستان حدوداً 1000 کیلومتر مرزی مشترک دارند و ماه مارس بر اساس سازشنامه بین دولتی سرحد بین دو کشور برای شهروندان این دو دولت باز شد. در شهر و نواحی جنوب تاجیکستان شماره استاهای چوب تراش کم شده. آنها میگویند با وجود اینکه بازارشان کم درآمد شده است، تلاش دارند هنرشان را نگاه دارند. درباره کار و زندگی آنها و اینکه استاهای چوب تراش حالا چه محصولات می‌آفرند، همکارمان میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. عبادالله قاسموف از دهه قبیله شهر نورک 66 سال است و بازنشسته، اما در خانه هم نمی نشیند. وی چوب تراش است و بیشتر اسباب موسیقی می سازد. از جمله این دوتا را 2 سال پیش تراشیده است. هرگاه خودش می نوازد، اگر خریداری یافت شد می فروشد. این دریا مو 10 تا میکنم، 10 تا 12 تا 13 تا میکنم. چوب پاجو چونم. ساختن قاشق و کفلیز نیز سالهای اخیر به یک بخش کاری عبادالله قاسموف تبدیل شدند. یک درباره زندگی بگو دغدغه خیلی بگو توی پوی دنیو خورد خوراک کنده سوزای میشه. پیازو میگیرم، اردو میگیرم، آمو میگیرم به منتا. صدای تیشه و اره تنها از استخوانه عبادالله قاسموف در نورک بلند نمی شود. همکاران او در جماعت پلیس سنگین این شهر نیز هستند. جمال آدینایف 67 ساله یکی از آنهاست. پنسیونر با موده یک منبع درآمد میشه. هم آدم ایجادکار باشه. گفت خیلی همین چیزی بینه ایجاد کنن. ایتونه که همین چیزی کنگی باگین گفته سرکت بگردیم آخه. این چهارچوبه که مثلا اینا کم کردم اجرا مخدم ولی دمی تروبی اوای آخه. آنچه مایه تشویش چوب تراشان در نورک شده است توجه کمی مردم به آفریده های آنهاست. تنها چیزی که استاها را نسبتاً دلگر می کند آزادی از پرداخت انداز یا مالیات است. جمال آدینایف می گوید هر ماه 600 سامانه فایده می گیرد که برای روزگذرانی کافی نیست، اما برای حفظ هنری پیشینیان به کارش ادامه می دهد. عبادالله قاسموف هم امید دارد که با وجود سختی فرزندان هنرش را از خود و او را پیروی کنند.
و هر دو قهرمان گزارش ما باور دارند که مردم روزی به اشیای دستی ساخت روی می‌آورند و بازار دوباره گرم خواهد شد، اما معلوم نیست کی. مقامات تاجیکستان نسبت باز 2 نفر دیگر با گمان دزدی برق پرونده مأموری باز کردند. آنها قوه برق را بیرون از حسابکنک به خانه و آشخانه‌شان گذراندند. رئیس وزارت کار داخلی در دوشنبه یکی از آنها را نورالله رجبوف نام برد که او در منزل استقامتیش واقع در کوچه قراتوغین به حسابکنک قوه برق را پیوست نموده مدت از نیروی برق استفاده برده است. با گفته منبع ضرر رسانده وی بیش از 1400 سومان می باشد. مقامات نسبت نام برده برای رعایت نکردن قاعده های استفاده قوه برق و گرمی پرونده باز کردند. حالت دیگری دزدی برق در ناحیه رودکی آشکار شده است. وزارت در صحیفه رسمیش گفت ساکن 54 ساله این ناحیه از سیمچوب قوه برق بیرون از حسابکنک برقی غیر قانونی قوه برق را به آشخانه‌اش شام دوشنبه گذرانده است و ضرر رسانده او به برق تاجیک 6696 سومانی بوده است. اما حجم جریمه گفته نشده است. نظر خود گمانبران و پیوندان آنها در رابطه با این حالت‌ها معلوم نیست. پلیس شهر دوشنبه روز 28 اپریل از آغاز شدن 4 پرونده جنایتی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق در پایتخت خبر داد و ضرری به بودجه دولت رسانده شده را بیش از 200,000 سومانی گفته بود. مقامات روسیه یک زاده تاجیکستان را برای مناقشه با راهگذران از شهروندی این کشور محروم و برای 50 سال اخراج کردند. در این باره سامانه روسی مدیازون از قبل مقامات انتظامی کشور خبر داد. از این نفر صابرجانی محمد خان نام برده شده به اطلاع منبع وی ماه مارس سال 2024 صاحب شهروندی روسیه شده در ولایت لیپسک همراهی زن و 3 فرزندش زندگی میکرد. این حادثه ماه اکتبر سال گذشته رخ داده است ولی نواری بازداشت و اخراج این زاده تاجیکستان اکنون رسانه‌ای گردید. با ادعای خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی با ساکنان لیپسک مناقشه کرده در جنجال لفظی برتریت دین اسلام را نسبت به دیگر دینها بیان کرده است و شهروندان روسیه را با سخنهای قبیح تحقیر کرده است. همچنین گویا کارت نشان داده تهدید زورآوری جسمانی نیز کرده است. با نوشته مدیازون صابرجانی محمد خان را 1 روز بعد از نشر نوار همراه با 1 نفر دیگر بازداشت کردند. آنها با اتهام معده افواشی در جای جمعیتی به حبس گرفته شدند. دیرتر با قرار دادگاه از شهروندی محروم گردیده به مدت 50 سال از حق ورود به روسیه محروم شدند. در نوار ویدیویی مقامات که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است، صابرجان از کار خود اظهار پشیمانی کرده از تمام مردم روسیه عذر می‌پرسد. در یک سال اخیر دومای دولتی روسیه 34 طرح و قانون را قبول کرده است که در ورود، اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت زیاد جاری نمود و آنها را هرچه بیشتر به یک قشر بی حقوق و آسیب پذیر تبدیل داد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. دوم مای سال 1903 کامل یورمادов тавallud шудааст ки дар ташаккули мактаби синамои тоҷикистон ва ӯзбекистон нақши муҳим мебозидааст. хатмкардаи мактаби синамои Москав дар даҳо филму намоишномаҳо ба ҳайси ҳунарпеша ва коргардон кор кардааст. ӯ 75 сол умр дид. баъди маргаш студияи ӯзбекфилм ба номи ин фарзанди тоҷикистон гузошта шуд. сабаби рафтанашро аз тоҷикистон таърихнигорон ба озурдагӣ аз раҳбарияти вақти кишвар рабт медиҳанд.
2 май соли 2017 вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва хадамоти алоқаи Тоҷикистон қарори якҷоя қабул карданд ки фурӯши симкортҳои телефонҳои мобилро маҳдуд мекунад. ба шаҳрвандони Тоҷикистон доштани танҳо як симкорт аз як ширкати мобилӣ иҷоза шуд ва дар сурати зарурат симкорти дуюмро танҳо аз ширкати дигари мобилӣ ва бар асоси шиносномаҳои миллӣ ба даст овардан иҷоза доданд. мақомот гуфтанд ҳадаф таъмини амният аст то муоширати шаҳрвандон таҳти назорат бошад. ин тадбир мояи интиқоди зиёд дар ҷомеа шуд. 2 май соли 1911 зодрӯзи шоир ва ходими давлати Мирзо Турсунзода аст ки дар таърихи Тоҷикистони шӯравӣ чун қосиди сулҳ ёд мешавад. ӯ аз он шоирони тоҷик аст ки шӯҳраташ бештар ба муаррифии тоҷикону Тоҷикистон дар дунё рабт мегирад. дар мақомҳои баланди давлатӣ мисли раиси иттифоқи нависандагон кор карда барои рушди шеъри тоҷик ва пуштибонӣ аз фарҳангу адибони тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. Турсунзода 66 сол умр дид ва солҳои истиқлолият ба ӯ унвони қаҳрамони миллии Тоҷикистон дода шуд. субҳи имрӯз 1000 рубли русӣ ба 127 сомонӣ баробар аст. 100 евро бошад ба 1183 сомонӣ ва 100 доллар 1044 сомонӣ муқаррар шудааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. ахбори аз ин бештарро метавонед аз сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ пайдо намоед. истироҳати хубе дошта бошед. худо нигаҳбон.